जहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सद गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में बागो बहारानी विचार केश्तो केशारानी विचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी विचार द्राही जहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सद गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाहिदारे संगरान मागोवती शी सरा गोकुचे गोगो हो जिरान द्राहे जहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सद गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कोन्नता जुल्मे नाराज़ीन चोहतान द्राहे जहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सद गंजे दरे गंज बलूचिस्तान में सोगेन बलूची ब्रातिये तंजानी शूदेन मातिये मापाकुएं आजातिये मापाकुएं आजातिये جانی که دانشته که ما وقتی سنگتان پینک کتیم اگر شما وقتی سنگتان پینک کنه بلکه مشمت تعداد دانچو ما شما پنج نشته که دیگه پنج دیگه کهته گوره رنده واجه پاری اصلی تکست و متن وانی ما پیشگی جوستی که سنگتان یک دو مردم چکم اڑتا همی سکون اول باره ما همشی منگو کم کی ما همشی پول هم کو کتابان درستن چاره اولی کتاب که من استناد کنم کارین جهانی همی دستور زبان معیار بلوچی به فارسی ترجمه بوده ایران هنی چاپ هم بوده دانشگاه ولایت ایران شهر چاپ بوده ای واش حالی هم شماره بده دانشگاه ولایت ایران شهر ای کارین جهانی کتاب ترجمه بوده به فارسی البته چاپ بوده ترجمه دکتر موسی محمودزی بوده ایشی تقدیم 47 و 48 البته همی ترجمه شده ای باز این چیزی هم که او دا انگلیسی رد بوده دکترشان شرح بوده ولی توضیح داده چیه را که ایشان من شرح کرده یه دابه مثلا اینجا با آنچه در متن اصلی کتاب کارین جهانی به کار رفته اندکی اختلاف داره بچه دکتر واجه موسی پاری شما را محمودزی کتاب هست شما دستان شما دستا کپتا کتاب هست اصلی ماره نه سه دانه که ایران شهر دی می داد تگد یکی دکتر موسی محمودزیش داد تگد یکی حاجی پزوری یکی هم عبدالحمید ایدگرانش نداد نه تگد چون منی گو هر کسی آدرس ها بده من چهار مردم آدرس ده اما ساعت دی میداد من با سه دانه یارتا هم ده من یکی دکتر عادی ده یکی هم ده ترکیه لوگا ایره بله انگا من گوره سویده من دو دانه ها یه مردمی که من وطیگن را دی هنگو پشما تو وطیگه پا دیما بر نه ما همیشه پارسی می دستان دیگه پارسی البته شرطی هم کرده دکتر موسی محمودزی وات چه همی دیوان چی هم بوده نه ایشون فروتن هم آت شهر بو که آت همی بچه برات ایده بچه وحدی که ما گوشین که کشاب یعنی بزن همی چیزی که جواناب یا هم حرف سر یر بی حرف مثلا سورینوک تگلی مانا گاله هم تگلی لحتی چنی آبان یعنی حروف وات خاصتا یک دابیان که تو گوشه بلکه ایشان زیر پره چوش که همی به تو وحدی که گوشه اصلا به تو چاره وحدی ای زیر این که عبید چه جنده یعنی بچه چو با بچه بی سره تو زبر یر کنه پچی زبر نیستی زبر لازمه مثلا بر کجا و بر کجا یا سر کجا و سر کجا بزانت پاکا تگلی
ایدا بچه هم کارینا جهانی هم دکتر موسی محمودی ای برات هما اول سکون آرتا نوشتگی به علامت سکون رات لاتین هم نوشتگی به آر آت، یعنی ای نیستی ای که شما چود تصور کنی که ای زیری هستی، ای زیر همی به جنده تواره وحدی گیشی زیری ایر بکنه گوڑ حساب بی، چون توارینکان حسابا یا تواران حسابا ایشی دیگه زیر حساب نبی پچی که هما آب توار بحره هما گیشین که یر بی چوش که با بو بی بچه ایدا گوڑا کشاب یا هما گیشین چیز حساب بی، بله اگه هر سه اینانی هیچی پیر بی گوڑا اوشتی هر سه اینا پنچه شدی و دیگه همچی هم هستی آیانی پیر نبی گوڑا ایشی گوشن اوشت گوڑا یکی ای کتابه که من ایشی چاره می کارینا جهانی فارسی البته کسی اگه ایشی لوٹی کتاب هست میگوره این کتاب میگوره هست په بها همین کارین جهانی کتاب به فارسی یکی دیگه بلوچی وانگ بونگیجی وانگ و نویسک علی اسکر رحمان دوستی ای هم همید آب گوشی که ای هم کتاب هسته اگه کسی لوٹی شهرین کتابی آموزش زبان بلوچی به دو زبان هم فارسی هم بلوچی اگه شی هم کسی لوٹی ای هم هست ایشی نهاد به من گمان کم که گران ها 165,000 دکتر کارینای کتاب هم ندانم چی چکا یه دانشگاه چاپ تو بالفدا هم گران قیمتی جتگی آی 120,000 دیگه آدم برندی کتاب زیا بلوچی راست نویسه ایده هم همه دابه یعنی من سه چهار کتاب که چارید یعنی اگه یه داب بودی یعنی سید زبان زانتی بلاهیم بوده چه سید بازی مردمی زبان زانتی بلد بوده بیت نکن که چوشی سرظاهری ردیه بکن ایشی چه همه پیشی دیوانه بس منطقین گپ که سنگتن گپ کو ای پسوی که علمی حساب من همشین که وتی من ندا حال به هر حال پدا هم اگه سنگتن وات دلگوش بکنم بچه یکی پی یکی بی ایشانی تواری توکا وات ای هست اگه گیشین آت گڑا حساب بی نی اگر کسی جستی کن و اگر نه دیوان دیمارینو اصل مثل درس نوکش بونگیچ کنی جی ها واجه پاره انچو کنه چاره اگه من چه درستن دست بندی کنه و تی سنگتان دوستانش مکنده اگه دیگه اتاقی نشتگند یا آنلاین اینترنت ها دعوت کنه چونش me دیوان اگه 20 بلوچ بنندی گرا پایده گیشتره با وجود مزانان ضبط بگین رنده گوش کنه واجه پاره هر دا تو تصمیم گیره اگه داره دو سه نفر اضافه بید واجه لی آت باز باشد که من سعی چیره آودی ندیسته که من نو دیستم سنگتا اگه جستی چیزی کنه هم بکنه من همی گوشان که یه دیوان یک روش در میان سیدی سیاهه گا به فارسی موانی پیشا ما بلوچی وانته دا کار کته چه دو پد پارسیه چون تا به کوتی وانی سنگتا که جستی به هست پسو دی مرچی عبدالسمد هم نیاد که می کارشناسان هیچ کجامی هم نیاد که من ندانشان چی دا ما چی ما هم پاکی دیوانه گوشته نه ماجد آد که نه عبدالسمد اگه بیادته عبدالسمد شهری رنگی علمی گپ دیمارد پچی که پارسی هم زبان زانتی وانته و هم به هر حال بلوچی هم سک سوهوه به هر حال ما گو همی اوتی کمی زانتا ایشیان چوانی نو اگه سنگتا چیزی جستی چیزی هسته گروه ما پس سوده الان چی شورا یکی بکنی که درس بوانی یا کمو بداری نه جی واجه تی تیم هم باز مهمه هر دا به تو واز سلازانه واجه پاره من گون تو تپاکن
بل من ترا کل دیان که ای واجن تو نام گفته اگه اینترنت دامگ واش بیتی هم دانشته گتا بلوچستان مشکل سک بازه گره امی شما که در نشتگیش مردمان بلوتاین هر کس که شما زانی بشه ای دیوانه مدامی نیستن. ای وحدی که هستن ما و شما به هر حال چندشان کٹ بگیریم فایده بگیریم گویا که دیگر هم شوری هم پیگیری هم زانتی بکنه زانت بهره بدل بکنه چیزی ما زانی چیزی شما زانی به هر حال پده زب بندگران که کمتر زانه آهم سرپدی رسیتش این من گمانه شهرین کاری چه هر کاری ای شرط تره واجه به هر گوشتی تو حال نشته که آرداتی ناکوی اگه کاه برزه من تر دعوت کنه واجه گوشتی اگه تیم هست تو سرش لوگ نه بیا برزه سلام بده واجه پاره یا یه دیگه دیوانه مردم واجه آرداد و واجه گوشتی یکی فیملی و یکی خانواده مردم دیو میکروفون تیگین واجه گوشتی درو تو درابات سنگتنش پایل کنه منی اولی کنگ اشته مرچی شپی مایت کگم ما شمی گپان اش کنه ما شمی دیوان بحر زورندگم سلامت بیت باز باشد که تو امیدوارم ده هم واجه پاره ای که روم جمع بیا بر بزرگ چطایی ام دیوانی اما باز واشال بین واجه پاره ای دیوان دی ما برگرم من نشکو وجه گوشتی چیه گوه گوشتی سلام علیک کو گوشتی منی اولی گین رنده ماش ما دیوانه نشتگم گوشت روکم وش 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 ایمه امیر جانه یا نه ایو امیر خانی امیر جان نه خیری خیری خان هم امایی شهری جند امایی جان هم جنده شهری ها اوه که شما دوینا اوریگا روم جتگانه برو آقا من یعنی ما دعوت خان کنه که برزه شهر واجه پاره تو واجه گوشتی آواز جایا صدای جایارد ما هیچ نشکو کل واجه گوشتی گره واجه پاره چاما جرایی بیتی انشالله گوشانی کاری کنی نه نه ما هیچ نه نشکو نه من گره آدمان اینترنته من گمان نیست آره نه اینترنته نه شوخی کنه نه واجه گوشتی همشه که دیرنگو تی سنگتا واجه هم آبده آسکانی و هم واجه تی یادگه سنگتا ووت برجانا در تماس گور شهر به هر حال من جند چو هنگ واشبات نبیته که بگین دانی یا گپی بکنه یا تواری باش کنه من هنو هم نشکو تواری اگه پدا سلام علیکم باش کنی شرط تری واجه گوشتی ترا پدا دستبندی کنن سلام علیکم که انی دیوانم بسته بود تو یک که جودکاران دام که دو بیتگی بلوچی کتابانی باره اما چیزو که جمع کتا واجه گوشتی اولی نفر بیتا جاری جتا و همکاری کتا و کمکی کتا هر سه چارین کتابن یا آخری گن گوشتی یک که کارگردین و کام بیتا منتوار سنگتن واجه اصلا منتوار چه تعریف سنگت ما مزنین کاری نکتا بحر زوری منتوار بیم واجه پاری ما شما گپ کتا یا اما یک کتاب دیوان یا نوشتگم چیزی که من شما گپ کتا بل شما گپ نمایش کتا و مردم راه داتا که کتاب شما که را بیا ببرن تویشم سلامت بی وجه منتوار نه من گمان ما شما پنج شش مردمی هستی همین چون پا ما شما را بازین دیگه به هر حال دیگه سنگت بلکه نه لوٹو مر چیزانه من کوٹی هم بدل کناین نه که منی آیدی بدل بوده کوٹی من نتوند برنامه ریزی بکنم بلوچی کتابوانیا من مجبور بودی پهره یاد کن منی و آیدی هیچ نبی من هر چی کنانی پد جور نبی من ندارم چی بکنم بازی کارانی همایی تو که منطقه
ما په همین نوکی مردمان که آتکگن ایسانگت که آ دیوانه بیتگا آ دیوانه جست دیواجه فروتن و دیگه یکی چه سنگتن کو بابت همین برات ای به اصطلاح گوشتش که برات زیر پرینتی ما گوش که نه ای ساکنی نی مرچی من دوسته کتاب هم چارت من چارت ای بلاهی هم دانشمندان همی داب گوشته چوک کارینا جهانی چوک زیا بلوچ چوک رحمان دوست چوک سید هاشمی یعنی هرچی زبان زاند هسته چه در ملکی چه ملکی ای همی گوشن که برات بزن ای بی و پی جند توار یک زیری همه توار جنده ها یعنی گیشین تی نه گیشین زیری نه که ما آیه گستا و سرجم یک زیری حساب بکنه گروه درویشی اما سکون حساب کنه یا اوشت نی مرچگی در وانت دیما رهی پدا اگر جست چیزی بو پسو ده ما اوشمی دیوانم بلوچی هم بله ای دیوان ما پارسی گپتک پچی که گشتر مردم پهل کنه می ملک چو کم که موسم تغلطه کلر روشن کنه سرده خاموشی کنه گرمه هر داب کنه پدا نبی مردم نساگی مرچیگی هم پدا درس کاشابه سه کاشابه و او ای ها گوشتین که پارسی دوانی پچی که گشتر می بلوچ راج هاس کنی روکابتی بلوچستان ایشان درس درو پارسی وانتا گوڑا علمی گپ همشه که پارسی ها ایشان شرطر ایشان سرپد بنده بلوچی ها بلوچی بازین گالی هست که ایشان سرپدی نبن نو ما پمیش که ایشیه که وجه آرداد بلوچ هم رجان کتا سیده همی سیاه راست نویسه گا ما همشی وانگاهی هنو بخش شیش تلفظ و و ای وجه پرید کجان تاکدیمی سپای چونتی صفحه 53 برزه یره همی کتاب جین برزه یره کلیک کنه پچ بی شما چارت کت کنی تو گوش داشتی کنی خط برد هم کنی گروه تقدیم 53 بخش 6 تلفظ و ای گنگیج کنا هر منطقه بلوچستان لهجه خاص خودش را دارا می باشد که در این نوشته ها بلوچی در این نوشته بلوچی بیشتر حروف صدادار را بررسی می نماییم ایده اما صدادار اما واول گوشیده وایل این حروف عبارتند از الف و ای و ای مثلا همین چاری کشاب بلوچی ماشما کشنش کشاب ایشان فارسی گوشنتش واج ها واج آدگران گوشن واجگونه انگلیسی وایل و کانسونانتش گوشن ایشان واول هم به اصطلاح واول چوشن که توار کشک بی جواناب نه جواناب محتاج دیگه پدا گوند کشابی که بی سری تا آیا مانادار بکم چا بی جند هیچی بله با بی بو وادی چوش بی بی گوڑا آ جوانابی ای آ ای او کشاب گوند کشاب یا هما پارسیش واجو واجگونه حروف صدادار در دو نوع کلمات به کار می روند یکی در افعال و دیگری در اسامی اسامی که افعال به اصطلاح کارگالی گوشن بلوچی نامگال هم اسامی گوشن در اسامی تمام سرزمین بلوچستان دو نوع تلفظ یافت می شود و جالب است یعنی همین واو و ای یا گوشگی و جالب است که بیش از این وجود ندارد یعنی همین دو تا هم لحظه جای این لحظه جاها وی اینجا از این دو نمونه تعدادی کلمه برای یادآوری می نویسیم یا مثل دید همین دید که مکرانی گوشیتی دید
پهره و اینگوری گوشن دوت، یعنی یا به وا تبدیل بوده اینگو. معنا همو یکی، معنا همو یکی، دوی به هم یکی معنای کار مرز کنه، ولی یک گالواری ای زورته، یک گالواری وای زورته. مثل ایرت و اورت، ای هر دو یکن. تینت تونت، ای هر دو یکن. یعنی بچه یک گالواری. پمیشکا سید گوشی هر دو راستن، هر دو راستن. بچه سید مدام تیوتی کتابان گوشی که هیچ گالواری چنادگه گالوارا برستر یا جهلتر نہیں. هر کسی گالوار پوتی محترم و سک هم مهمه و هیچ گالواری هم نباید که ڈال چار کنک بی بزن ندید گرک بی. گوڑ پمیشا همشیت شر توضیح ده. ایر تو او تین تو تونت، بچه سیر و سور. ما قرآن زمین گوشن سیر، این می مناطق و یدگران گوشن سور. دیر و دور، این هر دو یک چیزه. کیش و کوش، این هم هر دو یکه. کیش و شما زانیم ما چی کوش یا اما پیشه کوش. هر دو شکل این کلمات درست بوده و یک معنا میدهند. گروه بچه ایده دیگه علمی کو که سید یعنی لحتی ای بوتام چنه سنه ایده که بس همی مکرانی گالواره بوده. نه، سید مدام همشی گوشی که من درستین گالوار یک کیم. حتی گالانی که سید جور کتگن گشته مثل آمیدگیس پدادگاه. بچه گیس سرحدی گالواری، گس سرحدی گالوار، سراوانی گالوار و رخشانی گالواری. مکرانی نه. پهره گوشن دوار، آنگور گوشن لوک، بس ایشان گوشن گس. یا کارگس، بچه دفتری گوشته کارگس، گشتر از گس استفاده کرده، یعنی از زمین سرحدی گالواری رخشانی و سلیمانی. اگر شخصی هر کدام از اینها را بخواند و بنویسد اشتباه نیست. یعنی ده دورچاری سیدی شر پکا و دیما کہتے کہ بزن ای ناتپاکی باید چیه بکن کارگال یا فعل همانطور که گفته شد، یعنی او ده در اسامیت که دی تو دو تو سی تو سور تو سیر و سور، او ده در اسامیت در فعلا هم لحتی جهان کشی هنچوش بیته، هنچوش بیته. ایدا هم پدا همه گالواری حسابی، مثل سرحدی گالوار گوشی من رعین، من رعین. پا من اینه یاری دادی که مکرانی این برای مایه ما روین مثلا آکشبال سرحدی ایشه گوشی پدا هم ایده هم راستن. حالا جنده وانی همانطور که گفته شد با این حروف الف و ای نیز همراهند، به طوری که تلفظ این نمونه کلمات از 10-12 هم بیشتر هستند. به نظر من از این تلفظ ها نمیتوان چند تا را انتخاب کرد. یعنی بچه چوش که گوشی هیچ گالواری نباید که با دالچار بکنی بزن پهکینان راست بمانی. به نظر من از این تلفظ ها نمیتوان چند تا را انتخاب کرد. هر کس بنا به میل خودش هر کدام را که بخواهد به کار میبرد و زبان بهتر از هر کس راه خیش را میگشاید. یعنی تمام دانشمندان همی خبر افته، تمام دانشمندان زبان شناسی همی گوشند زبان بلی که وتی وتی راه پچکه. یعنی هیچ زوری نباید زبان تابی. تو نتونی یکی بگوشی تو ای گالوارا ای داب کارمرز مکن، نه. گوره از زبان نبی، از دستور بی، زور بی. زبان وتی راه گیشینی آیان که نزورتن آیان دوردن، آیانی که بودناکتن آیان زوری. یعنی کشی بیلی که همه طبیعی زبان وتی راه وات برو. هر کس به کار زبان بهتر از هر کس راه خیش را میگشاید. تلفظی که زیباتر و جالبتر باشد حتما انتخاب خواهد شد، یعنی خود به خود به صورت طبیعی، نه زوری که یکی بگوشی نه تو چو بگوش، نه شی خود به خود با گذر زمان کم کم وقت آیانی که گرانتر و سنگینترن دورده گا با آیانی که آسانتر و شادتر گوشک و گویاکترن آیان مانه. اینجا طریقه درست نوشتن تعدادی لغت آورده می شود. بچه من روان، ما روین، من شتگان، ما شتگیم. بچه او ده اولی امی مکرانی هست.
که من بشه آن فما این فمن آن فما این. بله دومی که همی سرحدی گالوار و سلیمانی و ایشان هم چه کشی من رئی ما رعون سرحدی آخر رخشانی گالوار کشی من رئی ما ما بکن رعون. واجه پاره ما بکن واجه آن جست کنگم کجان تاکدیمه تاکدیم 54 ادامه بده واجه پاره. من رئی ما رعون ما روان. من شتگی ما شتگان. بچه برعکس، یعنی من و ما برعکس با من اینیه ما آنه ایده برعکس با من رئی ما ریان من شتگان ما شتگان. کلمات دیگری هستند و مانند اسامی ای و و می توانند جای همدیگر را بگیرند، مثل زیرک و زورک، هر دو یکی همه پدا گالواری حسابه. بیگ و بوگ، سیگ و سوگ، هر دو هستن. سیگ هم گوشن سوگ هم. می هندان سوگ گوشن، آدگه هندان سیگ گوشن. بار دیگر یادآوری میکنم که تلفظ حرف و ای یا د ای نمیتوانند ضرر و زیانی به زبان بلوچی وارد نمایند. بچه همادی توشان دیمگیر به که زیانی یا تاوانی زبانه بدن، ای تاوانی ندن زبانه هنگه واشرنگ تیر بی گروگوشی شام به همه داوی که هستن بمانه. به کار بردن هر یک از اینها جایز است. بچه چو پکا سید گوشی به کار بردن هر یک از اینها جایز است. البته این نوکی کارینای رهبند همشان منته، یعنی کارینای رهبند بازا ایشان چی نبود. حالا اگر یک بری وقتی بو من همی کارینای چی هم کم که یا بر که هنی بیزوده نه یک وعدی اگر پرستی بو آیی هم چی من اگر بتونین که بوانین بوشین شر. یعنی چونش ما سرپد به اینکه زبان یک زندگی جوړشتی وات وتی راه درگیجی هیچ پریشانی نلوٹی جنجالان جنگان درو مبتی نن که آیی سر جند آیی سر زبان وتی راه وات درگیجی و دری گیت که هنی 90 مردم همی سید رهبن زورتا گوان چو دیما روانه او دیگه نوکی نسلی بیه پدری چی بیه رنترا پدا دیگه نوکی سهولت و امکانات بیه که مردم بتونن راحت تر بلکه بدل ببی و بدل بوگی هم چیز بدی نه. به هر حال هر متناسب با ضرورت زمان زبان هم دیما رو به کار بردن هر یک از اینها جایز است. برای این مسئله نیاز به هیچ بحثی نیست و با کار گرفتن یکی از این حروف در یک کلمه آبرو و حیثیت کلمه دیگر پایین نمی آید. اگر برای پیشبرد زبان بلوچی متحد شویم زبان راه خودش را خود هموار خواهد ساخت. چی همیشه که همیشه منگوشانی ایشی سیدی در درسه که یعنی ما را جنجال نلوٹی زبان و تیراها وات درگیجی مبتا جاک و سلوات و ایشا هم نبایدیم بکنیم. بس دنک مشمی وس رسی باید که پس زبان کار بکنیم، زبان دیما بیاریم، زبان بوانین و بوانینی. این بخش 6 اگه کسی جستی چیزی کن ما یا دیگه سنگتان که ده هستن به هر حال شاتر زانم بلکه گوشن اگر نه دیماره ما شما چو باز مردم نه بلو به هر حال بازی سنگتی جهلا نشته که ما شما درو همی وات ما واتیم بلوچان اگه کاری برده هم چشنگپی نه دادشاه جان علی بادپا مهراب جان وهاب وجالی هر کجام کای برزه جستی یا گپی یا شطری چیزی شما زانید گوشید ما گوش داره. به هر حال کلاس آدابی کلاسی نه که مردم مثلا یکی گوشو که آدگه اشکنوک و نه ما شما بالاخره امروز مردم گوشن حتی آموزش هم چیه به صورت مشارکت دو طرفه. برحال ما گوش دارو کسی جست چیزی که یه برزه سلام علیکی که
درایت و درحبت واجه استاد علی عزیز واجه مهندس اسلام عزیز واجه فروتن صاحب دیگه عزیزان که برش زگنشته تو جاله من دو پراتسوگوارم من لطفا تو باشیم که یک سوی تفاهمات به اما در واقع برات من ایده لطفا مرتفق یعنی مثلا مشما نباید سک گرم به موضوع مثلا بعضیش هم مثلا براوی زبانه یک آیه او همیشه هر لفظتش داره مثلا همه برات مثلا برات داشتم خب بعضیش هم برات ای جناب بعضی این نباید باز اساسیت ایجاد کرد و همچون که کتاب تا استاد نوشته که نباید مثلا ادگاه چی جالو برزه نبید مثلا گویشی مثلا ممکنه سیستان منطقه یک دیگه نمونه براتا گوشی سرحد دیگه نمونه بلوچستان و مکران و برات دیگه جا دیگه نمونه گوشی اساسیت همچنانی نباید بشی سرایی ببین منتوار اینو که واجهانه که آت که اگه پی دی اف ها لوٹن پی دی اف ما برزا ایر کتا تونن بچارند اگه واتساپی گروه ها لوٹن تی واتساپی گروه تو که هم آیر کتا واجه منصور هم ایر کتا تقریبا درو بلوچان که سین چارین واتساپی گروه ها حوز با یک کتاب 2-3 هفته این پی دی اف ها من پکش کنگه واجه دادشا باشد که درود سلام وجه مهندس وجه مصطفی رئی شهید دیگه ابراهیم امیر وجه لی فرسان درست جاله وجه نفاق کنه سلام کنه باز منته وجه واشن درسی سیر و سور و دیت و دوت ایشه که باز یکی من روان و ما روین و ایشانی و سرادی یعنی اشاره مثلا این کتاب باز شهر جوان لکته هر کس زا یعنی یک سرادی من بلوچی وانه سرادی مزانه ابرکم مزانه چی بشه اما هم بلوچی ابرکنه و دیگه بلوچی زبان واینک ببی برای مردم زا که این مکرانی چی میشه ایشه که ما یکدیگر توشین گالواران سرپد پو بین اوشه که منیوتی جن سیر سور و دوینا کار بندی دیت دوت بوت ما زمان گذشته کار بنده که سجشن وجه که یاداته بوده سرزمشه هاشمیا که مردم زانتی بوت زمان گذشته و اشتباه نبی مازانی لاتی مثلا بوت جاگه بیت کار بندی که ما هم همه جمله تو که معلوم بیته که ایشی بیت یا بوت جاگه کارمرز بی داره آینده یعنی بیت هم آینده کارمنداتی هم توشین گذشته کارمنداتی مثلا این کار خراب بیت نه بیت یعنی زمان گذشته هم باز جاگهش کارمنداته لشه که ما مثلا کسرکندی این علاقه سرباز بوت کارمنده گشته بیش زمان دادشاه ایوت گذشته یک درس رنده وانینی ایوت یک درس ایوت ولی گفته یک شکل درس باشه ما رنده دوی وانینی نزیره بلوچی عربه تو کازاره اگه ما چیزی نبیسی ما دوی نزیره سیر سور و دیت دوت پاک کنم منتوار نه البته کامنت گوندین من دارین اگه اجازه است بگوش امیر جان بگوش من نتوار انچه که واجه دادشاه عزیز اشاره کو سلام عرض ادب واجه دادشاه عزیز مثلا علیکم السلام سرحدی لحت اینجا هاشن من دیست متوجه مثلا ما گشته دیست یعنی گذاشته دیست کارمرز کنن بعض است مثلا واژگان بعض است بلوچی تا معمولا ماشم من دیست من دیستا یا من دیست یعنی گذاشته من دیسته مثلا رابطر اشاره میشه را لطفا اضافه کنید من لطفا بعض هست البته ما وقتا نگیریم سلامت به وش دیگه سنگتان ما یک دیگه بخش هفتم وانی اگر شما جستی چیزی دیمه نیاره ابراهیم جان تو آت که برزه اگر جستی یا شهید اگر شما چیز کی گوند کی گپ کی گوشی ما گوش دارین اگر نه دیگه درسی ده जी वाजन تی توار ابراهيم شرم توار شهر نه انت
واجباری تناسب دیمه برو، دیمه برو گوش کنی. گورما بخش هفتم وانی انشالله آه بلوچی که من وجه وان بلکه شما کمتر سرپد بودی پارسیه بلکه شرط سرپد بی این یک بازدگیه که ما و شما را درستانه هست که ما شما چه ابتدا پارسی وانی و تی زبان کم و بیگانگی بخش من هفت خطگار واو کی و هی تو من خطگار کو صفحه 55 بخش هفت خطگاریم چون صفحه صفحه 55 بخش 55 هفت چند ها بخش هفت آه، ای چون درس ای همی کشابان گوشی که شان لحتی جهان دیگرن او دا که واو و ای گوه ایدن واو و هی گوشی که لحتی جهان همی واو و هی هم گویا که دیگر جه بدل بیان بزن ای توارا پچی که دا وحدی که گال بزانت نتگلته تو آب هر چی بتگلی هماه یعنی همه چیزی که سید گوشته تاوانی به زبان یا پا گال ندانتی همانطور که در مورد تلفظ های واو و ای صحبت شده همینطور دو تلفظ دیگر از واو و ه می باشد که در پایان کلمات می آیند این نمونه لغات هم مانند لغاتی که در آنها واو و ای وجود داشته باشند به دو شکل نوشته می شوند و هر دو نمونه صحیح می باشند ایشا هم پده همه گالواری گپه و در اینجا تعدادی کلمه آورده می شود که به هر دو شکل فوق به کار می روند مثل بچه سنگه سنگو هم سنگه درسته هم سنگو تنگه تنگو هر دو درسته سرانه سرانو بچه ای سرانه جن بلوچی ها سرانه سرانو گریپا 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 کچا کچو سجا سجو بچه سجعی یا سجوی هر دو راسته بچه ای هم چون نمونه همشی گوشی که ایشان بلوچی زبان بله که بچه اولا که سید شروع کن درستانه گوشی بلوچستان شاهگانی سرزمینی و این شاهگانی هم سبب بی که یه چیزان ببید تو بچه و هر نیمه گویک زبانی گروچیله یک دیمه پارسی یک دیمه اردو یک دیمه هندی یک دیمه پشتو یک دیمه ندانم پیچا و علم ایشی کمو رنگ زوری کمو رنگ ده کمو مشکل ایشان چوشی گپ نه نی از این کلمات آنان که با و ختم میشوند بر روی حرف قبل از و فتحه میگذارند سجو بچه سجو که چاو زبر یربی کچا کچاو و بعضی جاها و را بدون اعراب مورد استفاده و تلفظ آن را سبک ادا میکنند ایشان دیگه گالواری و لهجه ای مثل ایشان اصلا هر زبان هم هستن مانند تنگاو و تنگاو تنگاو و تنگو ولی اگر از دو لغت فوق آن را که دارای فتحه می باشد انتخاب کنیم زیباتر است این یک پیشنهاد یکم که این شرطره هم پا گوش اشکنک هم پا گوشک زبان آین که آسان ببی یعنی هم اشکنگی و سرپد بوگی آسان ببی هم گوشگی آسان ببی یعنی زبان تو هر چی گرام بکنه زبان نابودتر بی گوره سید گوشی شرطر همشیه که همه که آسان ترین بزیرینی یعنی گشتیر کارمرز بکنید دا آیا که وقت بله ما گوشین که آرده نه آرده شهرین گپی نه بله جهد بکنید که یکی بزیری که مثلا زبان آسان تر که ایشی هم کوتت ای واو ہے ایشی هم که کوتت اگر کسی جستی نکنه من ایدگاه درس پدا ها و گیه ایشا هم گوشین کسی جستی چیزی نکنه وجه ببخش وجه همه سرانه و سرانوشی مانای من نزانم تواره که ببخش بلکه مربوط ابراهیم بهش جان، نه درسانه ابراهیم تی تواری سر سرانه نه سر سرانوی سر مثلا فقط همشان که واوش هست سنگو تنگو مثلا ایده سرگه فتحه رو
سرتنگو سر یا حرف قبل سرگیج واو، چی سر رسم. حرف قبل واو یک فتحه ایر بی. فقط یک حرف وا شور آخرش. ام. مواج که پاره ده فایل که سجه گوش چرا سجه نه انت سجو مثلا سج جو سرجه یک فتحه رفته. همیشه را اگر ممکنه بیشتر توضیح داد ممکنه جال عزیز متوجه ما منتظر هست. هست وارد. توی توار هست. بچه ای چوشین گپی مهمی نه، ایشان چو کم و ایشان مشکل، یعنی ممکنه یک کتاب تو که دو یا سه بی پدا هر دوینم راست من نگوتگه، یعنی نیازی نی که ایشان یکی بزن، هر کجام یه کارمرز بکن درسته، هر کجام یه کارمرز بکن درسته، ایرادی نیستی. پمیش که زیاد ایشان سر وشتگ وحده زوال کن، ایشان پده چیزای آسانیه دیماتر ماشما سیاهی که کم گرانتر بی گروه بوده انچو گوشتینو و دل گوشتری وانش انو اگه گوشی من هی و گه هم گوشم. جی ها واجه پاری انچ دیما برو. گروه دل گوش بخش 8 صفحه 56 ه و گ. اینها هم مثل کهور، کهور و سجه هستند. اختلافشان با دو حرفی است که بعد از آنان به کار می رود که یکی با ه و دیگری با گ ختم می شود. بچه این همه پارسی تای تانیس در واقع که بلوچی گ تبدیل بیته، من بلوچی گ بی. البته تای تانیس ها اینه تای گرد، تای تانیس عربیه، تای گردی گوشن، تای گرد که یکی با ه و دیگری با گ ختم می شود. تلفظ این دو کلمه مانند تلفظ کلمات پیشین می باشد و به هر دو شکل خواندن و نوشتنشان درست است. یعنی شامپدا همه گالواری همه چیز این مشکلاتی که الان گوشیدش پک همه گالواری مشکل هم بزن لحجه ای هم نلوتی گالواران یا همان مشکل جور ببی همیشه گوشی دوین راستن دوین پچه که معنا اصلش یک معنا متگلی وقتی معنا نتگلی دیگه نیازی نیستی. پچه تو بچه دانه تو بگوشه مردم همی یکی مانایی و دانه هم یکی مانایی مانا هم یکی جریده هم یکی چیزی جریده همه چیزه شرمنده همه شرمندگه دوی یک چیزیه اونو پچی موت دل سیاه بکنی دوی نه راسته اونو هر کجامی که شما کار مرز کنی دوی راسته دوی راسته ایشان بس همین چه شما بزانی که چوشین اختلافی هست چوشین دیگری هست و ایشان گالواری هست پهکین زبان ها ایشان هستن که دوی رنگا راستن. پدا بلوچستان مزنترین گروه گشتری مشکل هستن بنده و بندگ، ولی روش و تلفظ های بلوچی بیشتر برای همان کلماتی زیبنده خواهد بود که به گ ختم می شود، یعنی شنیداری گ وشتری چه هیا پچی ما شما بازین جاها هی به جای کسره یا فتحه به کار برید بچه مثل ب یا چه بچه چه اده هیچ هی در کار نیست چه و زبره، یعنی الان ای کردان یا حتی ای هی به جای زبر استفاده کنه هر جا، یعنی زبر یره نکنه بین دوتا کلمه همی هی یره کنه. ای هم هست گوره گی اگر بی شرطر بی گوشی بله پدا هم مرزی گوشما وقتی هر دو هم کار مرز کنی راستیم بله از لحاظ زبان زانتی و دانش علم زبان شناسی همون گی وشتوارترین تو وش اشکنکترین. ما این را هم میبینیم که هر کلمه فارسی به ه پایان میپذیرد در بلوچی همین ه به گ مبدل میشود، یعنی ایشی هم یک چیه بچه فارسی دیوانه بلوچی دیوانگ، فارسی پروانه بلوچی پروانگ، فارسی دروازه بلوچی دروازگ، فارسی سرکرده بلوچی سرکردگ، فارسی زنده بلوچی زندگ، فارسی مرده بلوچی مردگ. گوڑ تو گنده هر جا بلوچی همی داوه
گور شرطر همشیه که ما شما آیا هم ادا بکنی که یک روالی بی بلکه گوشی این هم پد اجبار نه آیا که لهجهش آتور هم آتو بکنن مشکلی نه پچی که معنا نتگلی اصل برشیه که معنا متگلی یعنی هدف از زبان ایشیه که تفاهم ببی دیم پدیمی مردم بفهمی که شما چی بشی اگر فهمی دیگه چه نیازی به تغییر هست پچی وقت دل سیاه کنی زحمت ده به غیر از واجه و لچه که واجه هیچ بر واجه گه نبی لچه هم هیچ بر لچه گه نبی بازی کلمه هنچو هستن که یعنی همه هی جنت اگر به تلگلی نه معنی یعنی اصلش اینه که معنی متگلی یعنی اگر لچه اگر بکنی معنی عوض بیده پس درست نه همه هی درست نه یا واجه بکنه نبی واجه گه گوره او در رده گوره ایشان باید همه دا بمانه ولی باید گفت که این یک روش عمومی نیست که برای تمام کلمات به کار رود به طوری که کلمات سنگه بچه سنگه نبی سنگک بکنه یعنی ایشی یک چیزی نه که عام بی و همه جا بی فقط برای یک تعداد خاصی از کلمات ایشی مخصوصا همه کلماتی که بین فارسی و بلوچی مشترکن که آیان با هی شروع بن ماش اید بلوچی که بن گیش کنی یعنی کلماتی که بین فارسی و بلوچی مشترکن در فارسی هین در بلوچی گیین اگر نه هر کلمه که آخری هیت که نباید گی بکنی اذا واجه پاری میں اصلاح کنه شما گو کلماتی که وته شروع بند کلماتی که وته تمام بند دقیقه همچین تمام با. تمام با. به طوری که کلمات سنگه، تنگه، سرانه، گریپه، کچه و سجه را با گه نوشتن اشتباه است و لازم بیادآوری می باشد که هی ای که به گ بدل می شود غالبا همان هی است که جدا از سایر حروف و کلمات در پایان قرار می گیرد یعنی هی تنها به فارسی گوشنتی آهن که لیچتگا نبین هی تنها هن. مثل شرمنده و جریده که شرمنده و جریده بود این بخش 8 هم تمام بود وشی و بخش 9 ای چند بخش همش همشانه این 9 اوانی پد همزه زبر یه ایشی گرانی بی آنگوری اگر جستی کسی کن یا توضیح کسی دن یا ما را همیاری کن شرطر مردمان بلکه سرپد ببین چیزی گوشی هم ما گوش داری اگر نه ما بخش 9 اوانا شاور چی این شمی شم به نظر ما آسانه کن دیم برام خیلی راحت قابل فهمه شهر گوره بخش 9 دیما برو یکی انچو که اگه واجه آن جستی نی واجه پاری دیما برو واش بخش 9 تقدیم 57 ای و یک ها ویشش بد جور نوشته به من چیه چارانی بلوچی بخش 9 یا و یک فکر کنه نوشته یا و یک یک ها یا و یک گالوار ها یا و یک گالوار ها یا و یک ای هم یک اشاره چی یا و یک تعدادی اسم و اسم معنی وجود دارد که حرف آخرشان ای است ایه یا نه ای پچی ماشور دو تا ای و ای هست دو تا صدا هست و همینطور به انتهایی که این کلمات پس از همین ایشان پس همین اما اول که من شما رو گوشم همین گالواری یا لهجه‌ای مشکلات دیگه اگر نه اصل زبان این مشکلات رو نداری پچه که ایشان لحتی گالوارا مثلا کشی مرچی لحتی کشی مرچی لحتی کشی سری لحتی کشی سریگ لحتی کشی دری لحتی کشی دریگ یا لحتی کشی پادی لحتی کشی پادیگ لحتی کشی پهره لحتی کشی پهرگ لحتی کشی پهرو اصلا ایشان وقت همی هستن که همی چون رنگا گوشک با پدا ای هم گوشی که هر دوی راستن
مرچی مرچیک، سری سریک، دری دریک، پادی پادیک، پهری پهریک. البته از این کلمات به جز مرچی صحیح، بقیه کلمات را با یک نوشته شدن، معنی دیگری از آن منتج می‌گردد. به همین خاطر هر کجا که معنی این کلمات اسم باشد با گ نوشته میشوند و هر کجا که معنی نسبت بدهند آنگاه گ اضافه نمی شود. یعنی بچه یا در فارسی یا نسبتی گوشن یا سیادی گوشن، مثل پادی یعنی مربوط به پاد، ولی پادی دیگه چیزی، پادی که ملکی نامه. یا اینکه مثلا ایران شهری، یعنی مردمی که در ایران شهر زندگی کنن، یعنی نسبتی با ایران شهر هسته. یا سیادی یعنی اگر صفت بود، وصف بود، یعنی نسبتی بیان کو گوره همه ایه، اگر نه یک هم بکنه درسته. البته هر دو شکلی درسته، هر دو شکلی درسته. بسیاری همین گ را پس از افعال به کار میبرند که نمیتوان آنها را کلا نادرست دانند، مثل روگی یعنی روگیگ گوشن، روگیگ، جنگیگ، کنگیگ، ورگیگ. بله شرطر همشه این که روگی و کنگی و ورگی ببین میتوانید و این کلمات بدون گ بهترن، یعنی هم اضافه پچی الکی یک گاله یک آب استفاده بکنی، هم گرام به دم ببره، هرچی آسان تر بی واشتریم کشه، اما یا تنها کافیه. بلکه یکی کو هم ما میاریگی نکنی، ولی این کلمات بدون گ بهترند و باید به شکل روگی، کنگی، ورگی به کار برده شوند. بچه از لحاظ دستوری هم درست نه آتا. صفحه 58. بله باید توجه داشت که این کلمات یا اسم هستند یا اسم معنی. اگر این کلمات نسبت باشد در آن صورت به دنبال آن افزودن گ جایز نیست و در بعضی موارد به اینها هم گ می افزایند، ولی باید از آن دوری شود. مانند آپی، داری، سی، دریایی که نباید به شکل آپیگ. بچه آپیگ و دیگه چیزی مایه وشن، آپیگ مایه وشن، ولی آپی یعنی آنچه که مربوط به آب. یا داریگ، داریگ همه مردمی که داره چین، بله داری یعنی وابسته به دار. پسیگ، دریاییگ، پسی همه کسی که کاری پسی داره و امی چیزه، بله پسی دیگه چیزی. یعنی هم معنا توجه ببی، همی که باره اسم یا فعل یا صفته. این بخش 9 هم تمام بود. بخش 10 دیگه مهمین درسی همزه زبر ایشی سک گرانی، همه گرانترین درس بلوچیه. نیمه نزانم انو ساعت 9:30 ها، 9:30 یا نه 10:30 ها، 10:30. اگر جستی پرسی کنی گپی کنی اش کنی، اگر نه که شما گوشی من همزه زبر هم گوشم، ولی همزه زبر چو کم کی گرانه تو ایشیه باید که ماشو چود په دل گوشی تر بواننی. هر دب شما باید زانید همه دا بکنی. نوکیم واجان دیوانه بازوها شد کتاب اگه شما را جستی ها واجه ارداد واج بلوچی کتاب باره اسیاد زور شایگا بیای برزا ویتی جستا بکنه واجه داد شد تو لوٹه گپه بجنه. امنا ما لوटे دستبندی کنه وجه پاره یا همزه زبر اشیا بوانین بس دامی بخش لاس فی گرشار داره مزان شاره داروان تبی این تو آره. گور دیگه هیچ که چیز نگوشی. شاور همیشه این که درس 10 چی بخش 10 هم بوانی شاور همی بو. 10 و 11 هورن چون منی چند ما گندگی ایشان اوریگا بونه یا وان تکنه مثلا 10 یا 11 این شپی یا نه که جدا جدا هم ببا مشکل نه. 10 نه 11 دوران،
11 همزه زیر همی 10 وشنه همزه همزه زبر. زیر و همزه و هر سه اینا نزدیکه هم 12 همزه هر پیش دابی هم توبه رندی کن. پیسلا کنه. اگه شما دم نبری و لوتی زود کتاب بکتینی ای هم شرری. ماستر توبته مادم نبری اگه وانینی ها واجه تروته وانینی بالگلاس می زود چه تمام واننده مردم هم منی الان ما پاک گیستر زودتر راست می بهتره. بچه ای همزه زیر و همزه پیش و همزه زبر ای همزه جند یک آبی که بلوچی بوده بله پیش چه سایده ایشی کسی کارمرد نکوته. پیش چه سایده ایشی کارمرد نکوته. یعنی ای مردمانی که بلوچی نوشته یا متأثر از فارسی بوده یا متأثر از عربی یا متأثر از اردو. اردو عربی و فارسی ای آب نبوده. بعدا سید چهارتک ای الف یا همزه زبر بازی کارستی در گرامر، یعنی بازی نقشی در گرامر زبان بلوچی هست. گوره در مگسی هاوس دیوانه ایشان نشت ای زبان زانتان و دانشمندان به اصطلاح ادب بلوچی همشه سرا بحثش کو و نتیجهش که ای آب گیشکنک ببی که یعنی هم بلوچی رنگ بلوچی بدن چه پارسی و عربی و اردو و گستا ببی. این تو هر کتابی پچ کنه همزه زبر همزه زیر همزه پیشیه تو زانه که بلوچیه. یعنی انگو چاره که تو زانی بلوچیه هی لازم نه که تو بوانه همین چطور دی که همزه زبر زیر پیشیه هستی بلوچی کتابی بچی آدگاه زبانه ایشی نیسته. البته هسته کارمرزی نکنه مثلا فارسی هست کسره ای ها بله نو کسره سایده گوش که اگر این کسره مثلا فارسیانی ننویسن گوره همین کسره ای زو همزه ای هور کو گوشتی ایشیه همزه زیر کنم و زبری گون کو گوشی همزه زبر الف تواره کشم ای توارکشم و همزه گو پیش زورتی که اوی توارکشم یعنی سین تواری ادا سرجم کتم بلوچی ها پچی ایشان چوشن که نقش گرامریش هم ها در زبان ابد چه توارا چون ماری توار ایجند و هسته گستا هم هسته الف همزه سری بی آیه بی ای هم مارا هستی که البته ای اما کسره کنی که ننویسن تی گیشتر وحدان یکی پیش هم هستد بله شان سید یا به اصطلاح انگریزان بولد کو مزنی کرتن دیما یارتن رنگی داتن زبان ایشان آد کن رندا پدرا بو که هو ایشان سک ضروری هم چیز بوده بچی که همزه بچا بلوچیا لحتی مردم گوشن که بچا منه بگوش منه بگوش نو اگه تو بینیسته من بگوش نبی پچی یک ای هستی پدا دیگه گالواران گوشن منا بگوش یعنی هنچو تیزی گوشن یعنی ایشیا کمو که تواری جاکسینن ترونتری کنن همین میوتی ملکا مثل همین پهره گوشن منا بگوش منا بجن منا ببر نو لحظی نه لحظی کشی منا سید آد که وسط دوان انتخاب کو یعنی همزه زبر انتخاب کو کشی ای توارانی دوینانی وسطی که نه ای نه هر کجام هر داب که گوشیدی بله همیشه توار همیشه چه ای گوشه چه آی گوشه دوینا هم یکیه نه پدا ایدان همه رای مفعولی هم که در فارسی هسته ایده ای همزه زبر همه رای مفعولی هم نقش هسته پدا بی هم نقشی ها بی مفعولیه بی فارسیه یعنی بچه این که نقشی دیگه هسته ابید چه آک توار جنده نو اگه توی توار گار بده ایشان په گاره به نو چطور توشان پیش داره منای مثلا باغا برو ایده بچه بی بود یعنی به باغ برو باغا برو
گوره سعیدی هوش و ذکاوتت ایشی جور بود و بلوچی یک بحری چه زبان مند که دیرا کنه منی گمانه هر کسی کار نه تو نبوگی نو ایشی همی توضیح هست که من همی سعیم به اصطلاح تواران دا انو که درس جند وانا کسی جستی که من به هر حال چیزی که من بزانم گوشم اگر نزانتم پدا کتاب متابان چاری اگر جستی نی که من همی درس جند وانا نه وجه استاد تو جا که جستی نی اگه بوانه واشه زانه جست نبیته مردم ای گمان کن که بلکه من بلد نیان در سب بگوشان که هیچ که جستی نکن جست ما وحدی بی که مردم دلگوش بکنن درس یا دروانت دلگوش بکنن گلو جست کنه اگه دلگوش مکنه بس هنچو منینده گلو جست نکنه ای هم هست منی حالا درستن گو سیاد پیش بینی او نظر اتفاقم پمیشکا که یه باره اگه دیگه جستی ببیته تو منی الات تکستا وانه اگه جستی یک ضرور قایم برزه چه فروتن توار پچ کو ولی تواری نه نیتی نیست نه شهر گوه موانا نیچه بخش 11 همزه زیر همزه زیر دیا نه بخش دیا ولا ها راستی چه ماشته گون دیگه جایی ها کجا ده ها همزه زبر همزه زبر راستی همزه زبر ما توضیح همین همزه زبر دا و پده شد همزه زیر ما چه کسی حروف ابتدایی بلوچی را به خاطر زنده نگه داشتن زبان بیان کرده معلوم نیست البته واضح است که شعرای قدیمی بلوچ اشعار خیش را به زبان بلوچی گفته و نوشتند ولی سبک نگارش آنها تماما فارسی بوده و هر کس طبق آرزوی خودش به هر طریقی که خواسته مطلب نوشته بدین لحاظ هیچ کس یک روش بخصوص ایجاد ننموده و به این دلیل تا به امروز زبان بلوچی در بیقاعدگی به سر میبرد و هر نویسنده باب میل خود پیش میرود و اکنون به خاطر راحت تر خواندن و نوشتن زبان بلوچی تعدادی حروف پیدا شده که می توانند پس از این ما را در این راه یاری نمایند 59 صفحه 59 یکی از این کلمه های جدید همزه زبر می باشد قبل از این در سال 1953 سه کلمه در دستور جلسه بلوچی زبان سرچمک کراچی گذاشته شد که پس از بحث های مفصل و طولانی مورد قبول واقع گشتند به غیر از سرچمک در سال 1955 جلسه دیگری از طرف مگسی هاوس کراچی برگزار شد که در آن بزرگترین نویسنده و شاعران کوئته و کلات شرکت داشتند در این جلسه علاوه بر پذیرفتن سه حرف قبلی کلمه یه هم به تصویب شرکت کنندگان رسید بچه یعنی ایشی سید گوشی نکن منی جندشان جور کرده یا من یارتگم پیشنهاد آگه بودتگم پاکی مردمان یا نویسندگان و زانتکاران وحده معنتگم یعنی هنو بلک موکش ایسای دیگه بلا اصل شیه که منته بوده درستی دیوان و جلسه پیش از آن هر کس به یک راه میرفت در جلسه مگسی هاوس هر یک روش هایی را که بر روی کاغذ آورده بود پیش میکشید و در قبولاندن آن به دیگران پای میفشرد برای نمونه از روش های پیشنهادی چند مثال می آوریم که همه رد شدند فقط همزه زبر پذیرفته شد البته ایشان همی وحده هم لحتی هنگه همی چیان داری همی رفقانی که آورده بوده بچه اولی چوشین که کتابه بیار یعنی یک زبری سر کتاب سر به یک زبری یرش بوده اولی تحر ایشی بوده که کتابه بیاری یعنی تو گوشه که تو بجای همزه زبر یک زبری جند تهنایی سر کتاب یه کنه که فتحه نداشته باشد اشتباه تلفظ می شود و کسی دقت در گذاشتن فتحه نمی کند دومیشه که یک الف ممدود همه عربی سر ب بله
الف ممدود همین الان لحظه همین کار کنن همین الان کتابا بیار قریشی پدا اما دراجکشی الف بو کتابا بیار با اولی فرق چندانی در ندارد مگر اینکه به جای فتحه الف قرار گرفته است. سیمی همشیه که هنو به اصطلاح کارینا جهانی و دانشگاه اپسالا زورته که الف کتابا بیار الف جنده اینجا الف به ب چسبیده و لازم است که اسم کتاب جدا از سایر حروف نوشته شود. بچه که ایشی یک بحری از آینه این جداگانه با یک نقش جداگانه ای داری علاوه بر نقش دستوری هم داری، یعنی ربطی به کتابی نیست که بچسبی با آیی. ایشی همشی معنک نبود. آخری همشیه که همزه زبره کتابا بیار کتاب در جای بشه کتاب یک چیز مستقلی یک مستقلی همزه زبر هم یک کلمه مستقلی یک حرف مثل راه فارسی وقتی کامل یک نقشی داری. گلیشی هم جدا کتابا بیار کتاب در جای خود قرار گرفته و پس از آن همزه زبر نیز حروف جداگانه می باشد که مانند فتحه و الف فراموش نخواهد شد و بهتر قابل خواندن است. به همین خاطر می نویسیم کتابا بیار لوگا برو راها بچار سرا برند. اینجا باید دقت کرد که همزه زبر به کلمه پیش از خودش نچسبد و همیشه جداگانه نوشته شود. همزه زبر بعضی جاها به شکل‌های دیگر به کار می‌رود ولی نباید اشتباه شود و باید جدا نوشته شود. بعضی در این مورد مرتکب اشتباه می‌شوند اما به اشتباه خود پی نمی‌برند. دیما برو این کلمات را عده‌ای سهواً دیما یا هم با هم الف دیما برو این کلمه را عده‌ای سهواً دیما برو می نویسند و کلمه دیما اشتباه است. در این جمله دیم و همزه زبر دو کلمه و باید جداگانه نوشته شوند مانند دیما برو. در جای دیگر این کلمه بدین شکل به واجه کار می رود پاره دیمه دیمه یا دیما؟ به نظر دیما برو. دیما برو ها دیما برو نه تا ای تلفظ جهلیگی نه دیما برو. جهلیگی دیگه دیمه نه جهلیگی جدید در جای دیگر این کلمه بدین شکل به کار می رود دیمه چیز ها آی دیما برو این دیگه این جلو برو به جلو برو به نقش ب داری دیمه چیز بچه ایده دیگه چونی کنه ای همزه زیر اگه میله دیگه چونی کنه دیگه ندی باید گره پس همین همزه دور دیمه چیز یعنی شیئی که جلو گذاشت دیمو پد چه دیمو پد ایده همزه پیش ایشان پچی قاطی بود من اشتباه بند یا که هنچوشی انچوشن که نوشته واجه انچو معمول که هنچوشی انچو وانان تی تو انچو نه نویسن تی هم هنچین دیمو پد ادا بیا رندا برو پدا بچار سرا برند سرا برز کن یعنی پس از مراسم پس از هر اسم و اسم معنی که صدای همزه زبر از دهان خارج شود باید آن را همزه زبر نوشت که هرگز نادرست نمی باشد. وانگا انت ادا شکی زمانی دیگه هیچ نبی که دیگه پیم کن بسیاری آن را وانگا انت می نویسند که اشتباه است و چون پس از آن صدای همزه زبر ظاهر می شود باید وانگا انت نوشته شود و همچنین لوگ پرشگاهند بچک روگاهند تو کشگاه منا بعضی آن را به صورت منا دیگه چیزی کاملا غلطه می نویسند که درست نیست. روش صحیح نگارش آن منا است و پچیک لحتی هم آدم که منگو منا گوشنتی لحتی گوشنتی منا گوره وسط دوتا هر دوتا گوره همشین و همینطور مثال آیا لوٹ تا منا بده آیا پس برد در اشعاری به خاطر نظم و همخوانی بند شعرها اگر منا نوشته شود اشکالی ندارد به غیر از آن هر جا باید آن را به صورت منا نوشت. ترا شمارا مارا این سه کلمه از قاعده بالا مستثنا هستند و هر سه کلمه را
میتوان به همین شکل نوشت. اگر کسی این کلمات را به صورت ترا، شمارا، مارا یعنی با همزه زبر بنویسید صحیح نیست، چرا که این کلمات حالت اصلی خود را از دست داده و فرم جدیدی تبدیل شدند. پس آنان را با همان حالت اولیه می نویسیم و زبان مشکل تلفظ را خواهد گشود. مانند ترا کس نلوٹید، شما را مچ بازند، شما را مچ بازند، ما را دگاری هست. به چند کلمه دیگر در مورد همزه زبر توجه کنید. دیما کنز، دستا شهار، ادا منند، ورقایند، گوک چرقایند، آیا آب وارتگ منا کی گوانکند. همزه زبر پس از اسم و اسم معنی می آید که مفرد باشند و اگر این کلمه را برای جمع به کار بریم در آن صورت همزه زبر حذف می شود، چرا که جمع شدن اسم معنی را کامل خواهد کرد. مثل کتابان بیار، پسان دوش داران پروش. دیگه پسانا بیار، کتابانا بیار رده. من یک توضیح هم مشموش درایت کنم مانگی شدی. ها یک جدیدین به اصطلاح قاعده و رهبندی که زیا بلوچ یر کتک مردم هیچ اشتباه نکن. ایشیه که گوشی هر وقت نامگال یا گال سرجمت یعنی معنای کلمه کاملا مثل کتاب دیگه کامله، هیچ چیزی کم نی. گوڑا همزه زبر استفاده بکن. کتاب وقتی تو بیتن کتابا گوڑا همزه زبره. بله بچه ایده ما را، شما را، ترا ایده تو اگه الف بکشه، الف بکش بچه بیت مار تر شمار گوڑ معنا عوض بیته. هر جا که شما این هم الف کشید معنا عوض بو گاله او دا همه الف جنده، اگر نه همزه زبره. ایشی یک قاعده که جدیدن ایشی زیا هم چیه کتا و جدیدن ما تمامی بس کسانی که مثلا چی همین قاعده دیما یری بچه یه داب که هنو سید گوشته یک کم که مشکل فهمی. ایشی آسانه. بچه اگر گال سرجم وطی مثل همین کتاب، شب، پس، مثلا چه پسا ببر پس و تکمیل دیگه. اگر الف بحری از گالت بر هم الف جنده مثل مارا تو الفی اگه بکشه بی معنای بی. این اگر معنای کلمه گار بگو الف کشه گا گره همه الف اگر نه همزه زبره. و شو سلامت بات بم دل من هم دام بویدم من هم حکل نیر کنن که من سر صدا کنم. من گمان بس دیگه. ما پیلوت چه او که مردمان نیل پا بابا تر سوابی رسی آیان سوابی رسی باز مهربانی باز واشین چیزت ما استاد پاری او منتظر استاد جان الله ترى سبز آباد کند. جهانی که جهلا نشته که ای بار جستی است کتاب و امیدوارم درست دستا رسته تو واجه پاره گره آخری گپان بجن گره رو ما بند کنیم باز مهربانی. همین ممکن واش باتی و ای کلاسم بیایی با ایشی بلوچی یک رنده گوشته و تی گوته تال بورتا نو پارسی گوشی مکتوبر که ای زبط بن یر بن پدا رنده یک بری مردمان درد ورن پدا ای سای کتاب مایده شما رو معرفی هم کتا مروچی یکی همی دستور معیار زبان بلوچی مال کارینا جهانی به فارسی ترجمه بوده ایران شهر دانشگاه ولایت چاپ کته الان یهته به بازار دیگه هم یک کتاب دکتر محمود زی همچی نمونه هست ایشان هست میگوره هر کسش لوٹی یکی خواندن نوشتن مقدماتی زبان بلوچی علی اصغر رحمان دوست دیگه بسیار جوانی کتابی و دیگه بازی کتابی هم درآتا. کتاب بگیری بوانی بلوچی دیما ببری بلوچی مشموشی بلوچی شیرکنین زبانه شوی ماتی زبانه مات اگر هر چی نزور بی مردم نرا دوری نده ماتا ساڑایی داری و تیماری کن گره و تی ماتا تیمار بکنی کتاب بگیری بوانی
کتاب چاپ کنه کمک بده. این کاران که مش سر پرزن بکنیمش. وش سلامت باتید. برحال یک گلین گپی شما را بگوشن که استاد عابد دستونکان دیوان چیزو که وحد رند باز طول بکشی 2 هفته 3 هفته بند کهتی بازارا و می هم سال تاک دو همین من گمانا دیمی هفته یک کم یا کشتر یید بازارا اگه ما بتونی یک دیم درایی پنی کتابان بگیرین سک شر بی او دیگه یک دو سه کتاب هم استاد عبدالحمید کتاب هم ما داده البته هنگ مجوزی نرسته دیگه کتاب که قصه ای هم هستی مریم بهاری همشین که مصاحبه کرتگت گوبرجان که 2 زبان فارسی و بلوچی هم هستین دیگه بازی کتاب هست به هر حال گو همین جونز هور ببی ماتی زبان بلد بی ماتی کتابان چاپ بکنی همین دیگه گپ دیگه نی و شو سلامت باتش می اشکنو کن اگر نه دیمونا بنده هر سنگت شجاله هم که برزا گپ چیزی که 5 دمان وقت هستی ما شما یک دیگه رو گوش داری واجه پاره من واجه گوشتی باز جارجا تو پول جمع کرادا پا مریم یادگاری کتابا شعر آواتی کتاب انتی من یالا هنگا چاپ نبیتا نه اما تی ملک مردمه مریم یادگاری مریم حالا من سینه من پچی ما همی کتابانی که سعید رهبند نویسک بند تو مارش دیم ما سعید بند ما آیان سینه ما نزانیم که را داتگش من یالا مجاوزی پا باشی راحتی نگبتا لورتگی تی پاکا ترجمه بکن